هستن. برادرم هم رفته چون زیر 21 بود با اینها. بله. و خواهرم هم الان سال 2012 برنده لاتاری شده که بره. آیا توی آمریکا قانونی هست به عنوان آخرین بازمانده که من بتونم از اون استفاده بکنم و به عنوان آخرین شخص خانواده اقدام بکنم برای کارم؟ متاسفانه خیر نیستش، مگر اینکه شما بتونید از ویزای انسانی استفاده بکنید و اون هم شرایط خاص خودش رو داره. دیسکریشنری هستش، یعنی چیزی نیستش که بگم این قانون حتما هر کی تقاضا بکنه باید بهش بدن. خب مثل این نیستش که مادر شما سیتیزن برای دخترش تقاضا کرده حتما باید بدن، مگر اینکه فقط دخترش تروریست باشه بهش تعلق نگیره. خب اون دیسکریشنریه. شما باید وضعیت خودتون رو طی یک نامه، طی دکلریشنی بنویسید و بعد میفرستن اداره مهاجرت. اداره مهاجرت اون شخصی که میخونه تصمیم میگیره که آیا این کار رو بکنند یا خیر. من خودم پرونده ای رو داشتم که پدر دارای کارت سبز بود، پسرم یک پسر 8 ساله داشت، اونم دارای کارت سبز بود، مادر در ایران بود، تقاضام شده بود، زمان طول کشیده بود و 2 بار ما اقدام کردیم تا بالاخره بار دوم اینا موافقت کردن به مادر اون ویزای انسانی رو بدن که مادرم بتونه بیاد و زیر سقف با فرزندش و همسرش باشه تا زمان گرین کارتش. اینه که احتیاج داره شما اون وضعیت انسانی رو که میخواید اینها اون درش تصمیم بگیرن رو براشون اعلام کنید، بگید تا اینها نظرشون رو بدن. یعنی تنها راه این که من نوبتم جلو بیفته همینه که ببینیم آیا از طریق این ویزای انسانی میشه یا نه. راه دیگه ببینید نداره؟ نه، جلو نمیفته، زمان بندی این عوض نمیشه. خب این رو هر جوری که خودشون دلشون میخواد، یعنی دلشون میخواد که نه، وزارت امور خارجه هر ماه اعلام میکنه برای ماه آینده رو. خب شما از طریق ویزای انسانی میتونید بیاید اینجا در امریکا پیش خانوادهتون باشید تا این زمانش برسه، چون باید برای شما شماره کارت سبزی باشه که بتونن بهتون گرین کارت بدن. الان میگم ما فقط تا 22 جولای 2004 در رده‌بندی شما شماره کارت سبز داریم. در رده‌بندی خانوادگی شماره 1 یعنی پدر مادر سیتیزن برای فرزند مجردشون الان میگن تا 20، یعنی در ماه نوامبر میگن ما تا 22 جولای شماره کارت سبز داریم. حالا اگه مال شما 23 جولای باشه ما نداریم بهتون بدیم، ولی اینکه همون 1 روز باشه. خب اینه که اینا هر ماه اعلام میکنن برای ماه آینده رو. هیچ وکیلی هم کنترلی روش نداره، هیچ کسی کنترل نداره، خود وزارت امور خارجه است که اعلام میکنه. کما اینکه این شماره ها در دسامبر به 2006 رسیده بود، حالا از دسامبر به این طرف ژانویه و فوریه و مارس همینجور تاریخ به عقب اومد تا رسید به 2004. بعد آقای دکتر من یه سوال دیگه در مورد همین خواهرم داشتم. بفرمایید. بهشون گفتن که باید ساپورت مالی اعلام بکنن. بله. حالا میخواستم ببینم که این ساپورت مالی رو سقفی داره، در چه حد این ساپورت مالی رو ما اقدام بکنیم مناسب تره؟ والا ببینید اون همش بستگی داره به شخصی که در امریکا هستش، تعداد خانوادهش چند نفری هستن، درآمدش چی هستش. خواهرم لاتاری قبول شده، 3 نفرن که لاتاری قبول شده. گفته یا شخصی باید اونجا شما رو ساپورت کنه. بله. یا میتونی ساپورت مالی از بانک ایران بگیری که شما به نام خودت این میزان پول نقد مثلا داری. ولی میزانش نمی‌نوشته که چه میزان ما پول نقد رو از بانک ببینید به طور میانگین حدوداً 150 هزار دلار باید به صورت طولانی مدت نشسته باشه. این نیستش که مثلا تا 3 روز پیش حساب بانکی مثلا ایشون 1 میلیون تومان روش بوده، بعد از پریروز تا حالا یک دفعه 200 میلیون هم رفته تو این حساب. اینها میخوان اون اوریج بالانس و گردش حساب رو ببینن و بدونن که این پول برای مدت طولانی به طور مثال در یک سپرده ثابت 1 ساله، 2 ساله، 5 ساله نشسته بوده. وقت برنامه من تمام شده، اگر اجازه بدید من شما رو روی هولد بگذارم و بعد از برنامه خطام روشن هستش، دقایق رو اینجا خواهم بود که پاسخگو بشم. اگر به من اجازه رو بدید من شما رو هولد بگذارم. من پس پشت خط باشم؟ ممنون میشم. اگر لطف کنید نگه دارید، من باهاتون صحبت میکنم. خواهش میکنم. خب به پایان وقت برنامه‌مون رسیدیم. تشکر میکنم از شما عزیزانی که روی خط اومدید، مشکلاتتون رو با من در میان گذاشتید.
تشکر میکنم از کارگردان فنی برنامه آقای عماد. در طول هفته میتونید از طریق یا تلفن به دفتر که هست 818 996 9600 یا از طریق ایمیل من که هست مقتدر moghteder@lawyer.com برای من ایمیل بفرستید و یا اینکه از طریق فیسبوک که هستش facebook.com/مقتدرلا صفحه‌ای هستش که اطلاعات روزانه مهاجرتی رو من در اونجا گذاشتم. لطف میکنید وقتی تشریف میبرید به این صفحه دکمه لایک رو هم فشار بدید که این اطلاعات برای شما هم وقتی ما روزانه این اطلاعات رو میگذاریم به شما هم برسد. در ضمن در فرستادن ایمیل استدعای من از شما این هستش که مختصر، مفید، خلاصه برای من بفرستید، به خاطر اینکه زمان انقدر سخت هستش که من بتونم اینها رو بخونم و تک تک رو جواب بدم. از نوشتن داستان طولانی برای من خودداری بکنید. تا برنامه دیگر، روز روزگار برای شما عزیزان خوش باد. مهاجرت، امور ملکی، تصادفات، صدمات بدنی ناشی از کار، در دفاتر حقوقی مایکل مقتدر. در امور حقوقی زمانی قانون در ترازوی عدالت می نشیند که وکیلی آگاه و مقتدر در کنار شما باشد. دفاتر حقوقی دکتر مایکل مقتدر. شماره تماس 818 996 9600.